رسانه‌های اغواگر. این که شما فرستادید هنوز نرسیده. در هر یک رسانه ها اهمیت بتین، همون رسانه هایی که مثل همون توحید است و ایمان زلال است و دیگر نامه هایی که گذاشتن و فقط کارشون اغوا اندازی هست، تهمت زدن هست، شما از سخنان اینا بسیار احتیاط کنید. نه این ظلمه. رسانه‌های توحیدی اغواگره، باید مردم احتیاط کنن. عجیبه. ایشون خودش ایشون کی هست و منهجش چیست؟ کسی که این کلیپ فرستاده. در هر یک رسانه ها اهمیت بتین، همون ستکتب شهادتهم هم یسألون، شهادتتون نوشته میشه و سوال میشید. وقتی شما در موضع در باره رسانه های توحیدی که مردم را روشن میکند، مردم را به سوی توحید دعوت میکند، مردم را از بدعت و شرک و خرافه و ظلم و جنایت دور نگه می‌دارد، شما در صف دشمنان وایسید و چون این حرفی بزنید، روز قیامت سوال میشید. این رسانه‌های اغواگره که میگن که مردم رو به عبادت خدا میکنن، از قبر پرستی دور نگه می‌دارن، از خرافات صوفیه و تشیع باز می‌دارن. اینا اغواگره. اگر از خدا میترسیدید چون این حرفی نمیزدید. رسانه هایی که مثل همون توحید است و ایمان زلال است و دیگر نامه هایی که گذاشتن و فقط کارشون اغوا اندازی هست، تهمت زدن هست. یکی از این تهمت ها رو بیار، یکی از این تهمت ها رو بیار، یکی از این اغواها رو مثال بزن. ما از سخنان اینا بسیار احتیاط کنیم. دوبارم گذاشتنش، نه یک بار. انشاءالله که روز قیامت از این شهادتت که دادید سوال خواهی شد. قرآن میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید خدا ترس باشید و به راستگویان باشید. و این ادعایی است که شما کردید و از این ادعا روز قیامت سوال خواهی شد و شما میدونید که ادعاتون دروغه، هیچ دلیلی هم نیاوردید در این. آقای علیلور، ممنون از راهنمایی دلسوزانه شما. من دارم میبینم که شما چقدر با دل و جان تلاش میکنید مردم از خرافات گمراهی دور بشن، با اینکه در آن سر دنیا هستید. به نظر شما بهتر نیست مردم مذاهب برحق به جای اینکه بگویند حنفی، شافعی، مالکی و هستن بگویند مسلمان هستیم؟ شکی در این نیست، در این شکی نیست. لیکن فرق مذاهب اربعه با غیر مذاهب اربعه در اینه، اندر فقهی عرض میکنم، نه اندر تصوف، که اینها بحث از کتاب و سنت میکنن. بقیه مذاهب تا حدی هم همینه. مشکل در مذاهب فقهی نیست، مشکل در مذاهب عقیدتی است که برای مذاهب مسلط شده. مثلا تصوف بر بسیاری مذاهب اسم حنفیت گرفته، اسم شافعیت گرفته. مشکل در تصوف، نه در فقه شافعی و حنفی. مردم اینا رو تشخیص نمیدن. یا در تشیع مشکل فقط در مشکل حتی آرایی که به امام جعفر صادق نسبت داده میشه، مشکل در این نیست. مشکل در اون عقیده غالی است که از راه امامت بر این مذهب چیز شده، مسلط شده. باز از استادمون دکتر فتی دورانی وقتی سوال کردم که شما مذهبتون چیه،
گفت ای شیخ ایران من 7 تا مذهب دارم، 7 تا مذهب دارم و اگر قولی را در این مذاهب پیدا نکردم میرم دنبال مذاهب قدیمه ببینم چه گفتن. مذاهب فقهی هرچی بیشتر بهتر. یعنی چی؟ مذاهب مثل یک نظر میمونه دیگه. در یه شهر 100 تا دکتر باشه بهتره یا 1000 تا؟ معلومه که 1000 تا باشه بهتره. مذاهب اجتهادهای افراد برای ایجاد حل برای جامعه اسلامی از راه کتاب و سنت. اما خود این آرا مصیبت بشه، مردم از این آرا تجاوز نکنن، این مشکل مردمه. خانم سارا امام معصوم همان خداست. بله بفرمایید. علی علیه السلام به مجرد اینکه ابن سبع ملعون که گفت و همونی محاکمش کرد، اون موقع اینا میگن امام معصوم خود خداه، بلکه شیعیان ابن سبع امام معصوم علیه السلام همون خدای رب لا شریک له است. اعوذ بالله. ولیکن عقیده ما این است که امیر المؤمنین خلیفه تام خدای تعالی است. اعوذ بالله. و خدای تعالی تمام اون صفاتش را، رحمانیت و رحیمیت و رازقیت و محیی و ممیت بودنش را در امیر المؤمنین علیه السلام گذاشت. بله، اصل تشیع همینه. اینا حقیقت تشیع روشن میکنن. اگر مسلمانی عالمی در کفر این کفرها شک بکنه مسلمان نیست، اسلامو نشناخته. سخن ابو حنیفه. شما نگفتی این آقا اسمش چیه؟ این آقایی که شهادت دروغ میده نگفتی اسمش چیه؟ و خودتون هم معرفی نکردید. بر خودتون یه اسم مستعار بذاری بی زحمت. همش آیت، همش حدیثه. اصلا چون نیست، این دروغه. هرگز امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی همچین ادعایی نکرده که من سخنانم همش آیت و حدیثه. برادران عزیز، مذهبی ما و شما، سخن ابو حنیفه همش آیت، همش حدیثه. این است برادران عزیز مذهبی ما و شما. این دروغ محضه. بلکه همه ائمه بزرگوار اسلام فرموده اند که سخنان ما را با کتاب و سنت مقایسه کنید، هرچه موافق بود بردارید، مخالف بود بندازید دور. این ادعایی که این آقا میکنه کاملا دروغه. این دلالت بر جهلش میکنه. از علمای بزرگ تاجیکستان و از اهل دربار است. و نگفتی اسمش چیه؟ میرزا ابرانوف، معروف به نام حاجی میرزا، از شهر کولاب. بله، خدا هدایتش کنه. این سخنان دلالت بر جهلش میکنه و لذا شهادت دروغی میده. آقای عبدالله از بوشهر، این همون شخصی که الان راجع به برنامه توحیدی صحبت میگه. الله اکبر میگن، دستاشون برابر کتفی کنن، روی سینه‌شون میبرن. پیش ای رکوع رفتن با، یعنی ای رکوع میگیزن، الله اکبر میگن، رفت یدین میکنن، رفتش برداشتن یدین دو دست، برداشتنی دو دست. برادر عزیز، در اطراف این اگر چندی حدیث پیامبر هست، لیکن برای ما و شما اگر چندی حدیث پیامبر هست، لیکن برای ما و شما که پیروی ای مذهب حنفی داریم،
برای ما ضرورت بر این نیست. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. یعنی قول مذهب بر قول پیغمبر مقدمه. در حدیث هست که در مذهبی مونست، در حدیث هست که در اگر چند حدیث پیامبر هست، لیکن برای ما و شما که پیروی ای مذهب حنفی داریم، برای ما ضرورت بر این نیست. اینطور برطور میگه نمیگه. بس شما درک کنی گپه، امی گپه وزنش درک کنی که در مذهب در حدیث هست و در مذهب ما نیست. یعنی بله پیغمبری کار کرده خوب، کاری پیغمبر ما وقتی میتونیم که مذهب اجازه داده باشه. ما یک شارع دیگه داریم، یک شارع دیگه او اجازه میده، بعد از باز ما عمل میکنیم. تا که او اجازه نده عمل نمیکنیم. در 6 کتاب بزرگ جهان اسلام که بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی است، مکمل در هر کتاب یک باب مستقل به نام رفع دین است، به ترک یک باب و نیم باب هم نیست. قطع حال تو ملا، اگر تو درس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد میخوندی و برای مقتدی خود میگفتی که این سنت پیغمبر است، سنت پیغمبر بالاتر از نظریات دانشمندان اسلامی است. سنت پیغمبر قبل از تشکیل مذهب است. سنت پیغمبر بالاتر از قول اقوال ائمه است. تا حال نگفته الله این گمراهی گناه از این امت است تو عالم پرسان میکنه. ما دشمنی با علمای دین نداریم. امروز یک دختر فاحشه آمریکایی از اروپا حرکت کرده با واسطه دعوت دین باطل خو در افغانستان آمده بگه ملا صاحبا، او حکومت دارا، او مجاهدین، با واسطه دعوت دین باطل خو آمدم، شب و روز تلاش میکنم. ما اندازه یک دختر آمریکایی هم نباشیم. تو رو به الله قسم به سال چند مرتبه حدیث بخاری و مشکات و مسلم خواندی برای مقتدی مسجد خواندی؟ استقصالا مذهب نماز جماعت یاد نداره، پا خوری رقم مقداره. اگر پای برادر مسلمان با پای چسبید که سنت است، فکر میکنه که پای مرد با پای زن خوردن خود زود جمع میکنه. اینقدر مخالفت به سریال هندی و ترکی و کفری، اینقدر مخالفت به چرس و شراب و دوستی و رشوه نداره که مخالفت به سنت. متاسفانه خب دوستان، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.